یا خدا، فروش تارهای سیبیل چنگیزخان مغول. سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره که سمترین و عجیبترین آگهی‌هایی که توی اپلیکیشن دیوار آگهی کردن رو با هم دیگه ببینیم. خب بچه، اولین آگهیمون پیتزا. چه دیوارم نوشته. خودم 20000 تومان خریداری کردم، اون قسمتش دست نخورده. قیمت 10000 تومان. واسه ببینم. نیم ساعت پیشم گذاشته. بچه یورو پیتزا رو خریده 20000 تومان، نصفشو خورده و نصفشو توی دیوار. داداش خوبی؟ اصلا چرا باید یکی بیا پیتزای تو رو بخره؟ وای من موندم بچا. من تو دیوار یه چیز آگهی میکنم، دیوار مثلا به اون بعضی وقتا گیر میده، بعد به این گیر نداده و آگهی هم شده. باورم نمیشه. به به آقا، اینجا رو نگاه کن. خودرو پژو پارس مدل 89، قیمت 35 میلیون تومان. پشمام 35 میلیون تومان بود. سال 89 کارکرد 78، محل ارومیه بدون رنگ، لاستیک 90%، رفته داخل شهر، جلو مدرسه ها یه دور زده اومده. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، چرا یه دفعه اینجور شد؟ رفته داخل شهر، جلو مدرسه یه دور زده اومده. داشت دقیقاً رفتی جلو مدرسه چیکار کردی که بعد سری میخوای ماشینم بفروشی؟ چون یکم دارک شد. مانیتور نیمه رایگان. او بچا نیمه رایگان ندیده بودیم که الان دیدیم. قیمت توافقی، نو فروشی، محل رشت. داداشم رشت بود. لکه نداره، روش حفاظ چسبوندم، هر کی میخواد مال خودش. یعنی چی؟ کلا هر قیمتی بدید قبول میکنم. میخوام جاش باز شه. ترکسنگ از زومه. میخوام جاش باز شه. کار میکنه و سالم 100%. الان من نفهمیدم. هر کی میخواد مال خودش. داش نیمه رایگان. آها الان فهمیدم نیمه رایگان یعنی چی. بچا الان ببینید این نیمه رایگان. اوکی، هر کی رایگان میخواد بهش میدم، هر کی پولم خواست با پول قبول میکنم. واقعا چرا داداش؟ خب بنویس رایگان دیگه، یا اصلا بنویس بره. نه دیگه، البته سالم بود، حیف بود. نه داداشم واقعا کارش درست بود. ایول یه لایک ده. فروش فوری ناو هواپیما بر جونم، محل تهران. فروش اقساطی ناو ابراهام لینکن، چه اسم عجیبی داره. با پای خودش اومده خلیج فارس. دست یه خانم فرمانده بوده، اقیانوس هند رو میرفته بالا میومده پایین، تا حالا خشکی ننداخته و کفش آفتاب ندیده. و یه متن دیگه هم نوشته که نیازی نیست بخونم. طرف داره ناو هواپیما بر میفروشه. داش چند میخرمش. یک عدد موتور هواپیما. خب بچه‌ای که دنبال موتور هواپیما بودی، آجی این چیه گذاشتی؟ قیمت 1 میلیارد تومان. موتور کاملا سالم میباشه و قیمت پایین گذاشتن فروش بره. کی واقعا موتور هواپیما میخره؟ آجی واقعا اینا رو میفروشن تو تهران جردنه. داش اونجا موتور هواپیما سوار میشن میرن بیرون. واقعا کشور عجیبی داریم. فروش گاز طلاخوار. بیا مرغ تخم طلا بود. قاز تخم طلا. مرغ. آره دیگه، مرغ تخم طلا هم داشتیم بچا. میترسن بکنم تخم طلا میداد دیگه. آره یک سایدی من شنیده بودم. این یکی گاز طلاخواره، طلا میخوره. اوکی، قیمتش هم توافقی نگفته. یک جفت گاز که 2 عدد گوشواره طلای بچه را خورده و قیمت آن 3 میلیون تومان میباشه. در شکم گاز میباشه و به بهترین پیشنهاد به فروش میرسد. وای بچا، گازه برداشته گوشواره‌های بچه رو خورده و تو شکمشه. یارو میخواد گازه رو بفروشه. در سوخت ما از کجا بدونیم واقعا تو شکم این طلاه؟ بخریم داخلش هم هیچ چی نباشه. خب اگه طلا داخلش بود بچا خودش در می آورد دیگه طلاشو. واقعا آگهی‌های عجیبه. 1 ساعت پیش. بچا محلم رشته، ولی اون رشت مانیتور واقعا طرف کارش درست. ببین بچهای رشت کلا پرچمشون بالاست. اوه بچا، گوشی اپل. اوکی، سازنده اپل، قیمت مجانی، نو درخواستی، محل تهران صادقیه. گوشی موبایل اپل 7 یا آیفون 7 یا مدل های پایینتر اگه کسی داره به صورت رایگان برام با پیک بفه. در سوخت من فکر کردم آیفون میده رایگان. آها نو نوشته درخواستی دیگه. بچه خوبه ها از این آگهیه. من الان یه دونه سیستم گیمینگ میخوام، یه دونه توییتر جی تی 86 میخوام. ادیتور میتونی اینا رو برام آگهی کنی؟ بچه برام بفرستن. طرف خیلی خوشبین بوده، کارش درسته. ببین آدم باید اینقدر خوشبین باشه. الان یه نفر آیفون 7 بهش میخره و میفرسته. پراید هاشمک. بچا خوب گوش کنید. هاشمک مدل 1366. دوباره تهران. پراید هاشمک فروشی سال 66. 207 تا کار کرده. قیمت 1 میلیارد تومان. بچا آگهی بعدی کفش راحتی. عکس کفشو که مشاهده میکنید. قیمت 50000 تومان. مردونه هم هستش، بسیار راحت، پا بو نمیگیره. بغلش یه سوراخ شده که واسه
جنس جاسازی کردن عالیه، فقط مصرف کننده. بچا خوبه 50000 تومان کفشی که اصلا آپشن داره آقا، اون واقعا آپشن حساب میشه. شما میتونین اونجا تقلباتونو بذارید. من یه دونه کفش دارم بچا قشنگ، یک زیپ داره، جیب داره که میتونم تقلب بذارم توش، ولی خب تا بال تستش نکردم. یا خدا فروش تارهای سیبیل چنگیزخان مغول. بچه‌هایی که حالا سلطانیه رو میشناسن، چنگیزخان مغول هم 100% میشناسن، فقط اینجا رو داشته باش. سلام، سیبیل ها متعلق به شخص چنگیزخان مغول میباشد. یه میراث خانوادگی هستش، از قبل به ارث رسیده. لطفاً فقط خریدار واقعی تماس بگیره. به موزم اجاره میدم، قابل معاوضه با سیبیل های ناصرالدین شاه قاجار. ممنون از سایت دیوار. محدود زنجان مشخص نشده. بچا باورم نمیشه، آخه تو سیبیل های چنگیزخان مغول از کجا آوردی؟ بعد معاوضه میکنه با سیبیل های ناصرالدین شاه. بگو بیا برو پشمام، اینا رو چجوری ناآگهی میکنه؟ اصلا سیبیلش رو تو از کجا آوردی؟ خدا رفته سیبیل باباشو با تیغ زده آورده داره میفروشه، میگه چنگیزخان مغول. بچا این یکی آگهی واقعا سمه. محافظ شخصی و امور ملکی و مراقبتی و کشف خیانت. یارو رو شما میارین توی زندگیتون، کشف میکنه که طرف داره به تو خیانت میکنه یا نه. سیس یارو رو نگاه کنید، اون چهرهش مشخص نیست که خودش داره به تو خیانت. آخه این چیه؟ الان بادیگارده، این مراقبتیه. الان اوکی آقا محافظ شخصی میگیم بادیگارد، امور ملکی هم مثلا میگیم که حالا محافظ خونه و از این چیزا. کشف خیانت رو من درک نمیکنم. تازه آگهیش هم نردبان فوری کرده که همه ببینن. قشنگ سیسش هم گذاشته، سیس کارگاهی. و بچا اصلا طرف اینو ببینه آقا من دارم خیانت میکنم، خودش لو میده. نخ سیگار وینستون قرمز. الان بچه‌ها میگن که ای داشلی تو مثلا نمیدونی اسمای سیگار چیه. نه بچه‌ها من واقعا اسمای سیگار نمیدونم، ولی وینستون میگن. چی میگن بهش؟ وینستون میگن دیگه. آره وینستون قرمز. یارو داره میفروشه 15400 تومان. مشهد هم هست، وکیل آباد. فقط 3 کام گرفته شده، فقط واسه افراد خاص. خریدار نیستی مزاحم نشو. طرف سیگار رو روشن کرده، 3 کام کشیده. بچه‌ها کم 3 کام کشته، میتونی ازش 15 تومن بخری. 15 تومنه سیگار چند الان دونه؟ یعنی 15000 تومنه سیگار. کسایی که سیگاریان یعنی روش چند تومن میدی به سیگار؟ یکیش بابا پولت داره میده. بچا خیلی خوبه، شما میتونی این آگهی فقط 3 کام گرفته، چیزی هم نیست. 3 کام طرف گرفته داره سیگارشو میفروشه. پشیمون شده، وسط کشیدن تصمیم گرفته که دیگه سیگارو ترک کنه، دیگه بهشتیشه. جیجیرک زنده، قیمت 5000 تومان. مشهد. این یک گونه خاص از جیجیرکه که کار خاصی نمیکنه و به جیجیرک بودن میپردازه. خیلی هم عالی. بچا یه جیجیرکیه که فقط جیجیرکه، اصلا اون مثل داداشم بود، یعنی اگه مثل اون یکی جیرجیرک ها نیست که پشک بزنه براتون، یه خواننده باشه یا مثلا شناورد باشه. چرا باید تو جیرجیرک؟ طرف تو خونه نشسته، ببین میگن از هر چیزی پول در بیار، همینا. طرف تو خونه نشسته، یه جیرجیرک اینجا میبینه دستشو میذاره روش، همون آگهی میکنه میفروشه. پول بچا میبینید همه چی پوله. اینجور باید اقتصادی فکر کنید. جیرجیرک خونتون هم بفروشه. حاجی دارم دیوونه میشم. حیوان خونگی، مگس. باحال اصلا تمومه. بچا قلاده هم روش میده، نگاه کنید. بچا بنده خدا مگس رو گرفته، با یه نخم دور گردنش انداخته، قلاده شده، حیوان خونگی داره میفروشه. قیمت هم توافقی گذاشته، هر کی بیشتر بگه به اون میفروشه. خودت کمک کن. همکاری دعوا اهواز. بچا اینو باید با لحن خود یارو بخونی. سلام علیک، کسی که زورش به طرف نمیرسه ما هستیم. دعوا رو میگم عربده 5000 تومان. سیلی چکخوری 10 تومان. هول دادم 20000 تومان. موشت 25000. چرا الان موشت داداش؟ مشتم نمیشه. اوکی. چاقو به بالا 30000 تومان. خاصی تخفیف میدم. بچا اون پایینم نوشته چاکرم، اسمت جاسم. آقا جاسم اصلا خاک واتم، تو توف کن ماشه. وای بچا این آگهی چقدر سم خوبه ها. مثلا طرف خواه بره دعوا، شما تنهایید، اوکی، هیچ کس رو ندارین، چیکار میکنی؟ زنگ میزنین جاسم. 15000 تومان میدین یه عربده و یه سیلی. خیلی خوبه. 30000 تومان میدین چاقو به بالا، طرفو تیزی میکشه. امور منزل، سرایداری و نظافت احوال. یک خانم مجرد و آراسته و جوان و شیک به صورت ساعتی و هفته‌ای و 2 یا 3 بار تسویه حساب روزانه. واسه ببینم تو اینجاش که یکم خیلی چیز عجیبیه و دارکه. تماس تلفنی پاسخگو نیستم، فقط پیام. آقا هستم، موقع نظافت حضور دارم. الان واسه ببینم این چی شد. سرایداری منزل، یک خانم مجرد آراسته جوان. پدر سوخته این چی؟ بچا آگهی بعدی بعد از جاجرود کرش بچا اسم شهر رو ببخشید نمیدونم. 1402 متر یارو رو میفروشید داداش. این زمینه یارو است. 1402 متر، قیمتش 150 میلیونه. تعداد اتاقم یه دونه است. این آقا رو فکر کنم
روش میدم به شما. زانتیا در حد عالی، تیمی با یه زانتیا سفید ولی حتی نمیتونیم بمونیم یه جا واسه غذا بین راهی. اینجا رو داشته باش. ماشین کاملا خانگی، به قولی روی پر کاه نگهداری شده. شبها هم کنار خودم میخوابونمش. به دلیل خرید خانه میخوام عشقمو رد کنم. قیمتم 26 میلیون تومان. بچا یارو با زانتیا خوابیده، همونم عکسشو گذاشته توی دیوار. یعنی چی شبا کنار خودم میخوابونمش؟ تو تاشون ماشینه. آقا یه دونه خارجی من دیدم با ماشین دنیای عجیبی. آقا بریم بعدی. پیکنیک. داشلی چرا خوشحال میشی؟ بچا پیکنیک اوکی، قیمت 20000 تومان، نو فروشی، محلم اصفهانه. پیکنیک عالی، کم مصرف، مخصوص فضا. این نوشته بود پیکنیک، این نوشت پیکنیک، من فهمیدم چی. آقا با این پیکنیک خیلی جوکینا درست میکنن. ای پدر سوخته، عکسش هم اگه دقت کنی اهل دلا من چرا میدونم این چیه. گن زدیم که شمشیر جمون. وضعیت کار کرد چون دست جمون بوده. قیمت 17 میلیون تومان، شمشیر واقعی جمون که بعد از مردنش به پدر بزرگم ارث رسیده. چقدرم کیفیت این عکس بده. جمون تو گور لرزید، واقعا هم لرزید. بچا شمشیر جمونگو دارن میفروشن 17 میلیون تومان. آقا تو شهر ما پر از این شمشیرا. بیا من همشو آگهی کنم بگم شمشیر جمون، شمشیر رستم، شمشیر کی بود اون یکی؟ تسو بود. تسو دیگه. بچا کسایی که جمونگو میدیدن توی کامنت یه دونه استیکر شمشیر، ادیتور استیکر شمشیر داریم؟ اگه داری میتونی این بغل بذار. اوه چقدر باحاله. بچا استیکرهای شمشیر رو توی کامنت بفرستید ببینم برای شما چه شکلیه. کاپشن چرم، دستبندی لباس، گم، نوع آگهی مردانه، قیمت 20000. واقعا کاپشن چرم 20000 تومان پشم. همین اولش زد تو کار. دوست عزیزی که این مدل کاپشن و امشب با موتور دزدیدی، خواهشم بیار پسش بده. کاپشن امانت، شرمنده طرف نشم. یه ذره وجدان داشته باش. همون قدری که میخوای بفروشی پولشو بهت میدم. خدا شاهد کاری ندارم. فقط کاپشن رو میخوام بدم به طرف. خواهشم بیار امانته. تو دلم به یارو سو کاپشن چرم ازش دزدیدم، بعد اومده آگهی گذاشته توی دیوار و گفته داداش هر چند که میخوای بفروشی بره بیار بده به خودم. دلم بهش سوخت. شت خیلی بد بود. دندان مصنوعی کرمانشاه، یک دسته دندان مصنوعی کاملا نو و تمیز، برای یکی از بستگان تهیه شده. فقط یک هفته استفاده، اونم فقط سوپ خورده باهاش. خدا لعنتتون کنه. آخه این چی آگهی میکنی؟ چرا باید دندون یه نفری که پاش وای سوپم خورده؟ خدا. گوشه موبایل، محل ساوه، برند سامسونگ، قیمت 2 میلیون تومان. یه گوشه موبایل دارم اسمشو نمیدونم چون گوشه دیگه نداشتم، اندازه‌شو بالا تو عکس گذاشت. اوه پشمو. بچا فهمیدین چی شده؟ کلا یارو یه دونه گوشی داشته، بعد می‌خواسته همین رو بفروشه، اومده با دست اندازه گوشی رو نشون داده، گفته گوشی اینقدره. اوکی بعد گوشی همینی که باش عکسم گرفته. این کارش نمیدونم داداش این چه حرکتیه که تو زدی. اوف. آقا اینجا رو داشته. آیفون نامری، دقایقی پیش در شیراز، برند اپل، قیمت 33 میلیون تومان. آیفون نامری آیفون 11 نامری. بعد توضیحاتم نوشته 128 گیگه. بابا بنازم. بچه‌ها اگه کسی دوست داره آیفون، آخه چرا واقعا اینو آگهی میشه؟ بعید میدونم آگهی بشه چون دیوار نمیذاره این آگهی بشه. چون این آگهی کرد بچا نقاشی مونالیزا رو میفروشه. اوکی قیمت 2 میلیارد و 650 میلیون تومان. نقاشی مونالیزای اصلی، فقط ببین چطور داره تو چشمات نگاه میکنه. نقاشی فیک همون تابلوی تو موزه پاریس هستش. خاصی آدرس میدم برو ببین، نگی لاف اومده. اثر شخص لئوناردو داوینچی. بچا نقاشی مونالیزا که توی پاریسه اون فیکه. این دوست عزیزمون که حالا نمیدونم برای کدوم شهره اصلشو داره، از خود داوینچی هم فکر کنم خریده. 2 میلیارد 650 میفروشه و تو ششات هم نگاه میکنه اینطوری. اوه بچه اینجا رو نگاه کن. پراید صندوقدار فروشی سال 1388، کار کرد 180,000 تا، قیمت 35 میلیون تومان. سلام، پراید سفید 88 سالم به قیمت 35 میلیون. شاید فکر کنید گرونه، اما چون وزن خرطوخره منم دوست دارم این قیمت بدم. قیمت مقطوع. مزاحم شید مزاحمتون میشه. فقط این آخرش که مزاحم شید مزاحمتون میشم. آجی فکر کنم قیمت زیاد زده دیگه. الان انقدر پراید رفته بالا. چند میلیون؟ 300 میلیون 200 خورده میلیونه. انقدر رفته بالا. 35 میلیون میگیم چه خوب. طرف نمیشه شاید فکر کنی گرونه، اما چون وزن خرطوخره منم دوست دارم به این قیمت بدم. هر کی دوست داشت میتونه این پراید از من بخره. مزاحم بشید هم مزاحمتون میشه. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو نگاه می‌کردین توی کامنت یه دونه قلب قرمز بذارین ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و این زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما روشن کنید که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سریع با خبر بشید. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما ببین که خیلی ویدیو خفنی و مطمئنم عاشق ویدیو میشی. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.